سرخط خبرها هشداری مقامات حج به اجازتنامه جریمه‌های سنگین دارد. پرونده حملگران کروکوس به دادگاه فرستاده می شود. نظرسنجی آیا اخلاق جوانهای امروزه کاسته است؟ روزتان بخیر باشد بیننده‌های عزیز. شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه برایتان تقدیم می‌گردد. امروز چهارشنبه 30 اپریل. کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان روز 29 اپریل با نشر یک اظهارات از ساکنان کشور خواسته است که برای ادای حج تنها از راه‌های قانونی سفر کنند و از تلاش ورود به مکه و دیگر موضع‌های مقدس به اجازتنامه خودداری ورزند. به اطلاع کمیته دین عربستان سعودی هشدار داده است شخصانی را که به اجازتنامه در مراسم حج 2025 اشتراک می‌کنند جریمه‌های سنگین انتظار است. در اظهارات کمیته دین با تکیه به اطلاع وزارت کارهای داخلی عربستان سعودی گفته می شود که از 29 اپریل تا انجام موسم حج برای افرادی که تلاش می‌کنند غیر قانونی به مکه و دیگر موضع‌ها چون مینا، عرفات و مزدلفه وارد شوند تا 20,000 ریال معادل $5400 جریمه تعیین شده است. همچنین افرادی که غیر قانونی در مکه میمانند در صورت بازداشت اخراج گردیده تا 10 سال از حق درآمدن به قلمرو سعودی محروم می شوند. مراسم حج سال 2025 در دهه اول ماه ایون برگزار خواهد شد. گسیل زایران تاجیک برای ادای حج فرضی به عربستان سعودی روزهای نزدیک آغاز می شود. ضمناً چند نفر شهروند تاجیکستان که با شرکت ازبکستانی به عمره رفته فریب خوردند به وطن برگشتند. آنها از مهلت مقرر شده زیادتر در عربستان سعودی مانده بودند. برخی آنها به خبرگزاری ها گفتند برای بازگشت مبلغ علاوگی پرداخت کردند. یک نفر گفته است که او و چند همراهش را مقامات ازبکستان برگردانید. اکنون آنها از شرکت خدمات رسانی برای اجرا نکردن عهده‌داری هایشان و صرف مبلغ برای قریب 20 روزی در عربستان بودن جبران ضرر طلب دارند. روز 7 اپریل یکی از این زایران بند مانده به رادیو آزادی خبر داده بود که شهروندان تاجیکستان بیش از 40 نفر بوده طریق شرکت ازبکی به حج عمره رفته در شهر مکه بند ماندند. بنا به رسانه‌های دولتی ازبکستان با سپارش شوکت میرزیویف رئیس جمهور ازبکستان برای برگرداندن زایران در شهر مکه در مانده روز 20 اپریل چند پرواز چارتری انجام شد. اکثر شهروندان تاجیکستان با در نظر داشت ارزانی از تاشکند به سعودی پرواز میکنند. شرکت‌های تاجیکستانی این کار را با نرخی از 1.5 تا 2.5 هزار دلار انجام میدهند. وقت اخیر مخاطبان رادیو آزادی و کاربران پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از کاسته شدن اخلاق نسل نو شکایت زیاد میکنند و دلایل‌های گوناگون هم پیش میارند. همکاران ما ارشاد سلیمانی و امیر سیف در خیابان‌های دوشنبه از نمایندگان نسل‌های گوناگون حتی از خود جوانان پرسیدند که آیا این گفته‌ها درست است؟ اگر درست است چه سبب‌ها دارد؟ همین جوانان روز تا روز تربیتشون و اخلاقشون پس شده است. همین باشکش ما درسته نه درسته؟ درسته. در چیه؟ همین چی چیزه همون نشانه اخلاق؟ خیلی اگه برادر همین خیلی که همین دور سایز مثل نمی سالای ما سالای خودمون مثل سالای دیگر رو ده اگر عزت بود حرمت بود باز اینه عزت نه حرمت های. باش بابا یک سوال داره. شکایت هست که همین یاشا جوانا تربیتشون اخلاقشون حرمت احترامشون پس شده است نسبت به کلانسال. من فکر میکنم کمی هست نه که اکثرا عقل ادبشون است نسبت به کلانسال. اما کمی هست یعنی چی چیزا از در این نسل جوان که به احترامی و به نظر شما به اخلاقی و غیره باشه؟ مثلا من مشروط کرده میدارم کلانسال من حرمت میکنن میخیرن میشینن من این را حرمت میبینم. شما گفتید که کمی وی هم هست همین کمیش چی باشه؟ خیلی آدمایی هستن که در کوچه از دور میبینم که به همدیگر حقارت میکنن همینش من آدم عقل نیست. ما حقارت نمیکنی؟ خب نسل جوان به خاطری که همین سوشال میدیا کمتر زیادتر شده دسترسی اینا به اینترنت و اینا زیاده شاید کمتر کنترل والدین کمتر شده باشه شاید این گپ میشه احتمال داشته باشه. این از اینترنت وابسته نیست؟
این از تربیه وابسته این از تربیه وابسته است و این چیز پیش از اون که اینترنت پیدا شده بود این چیز بود از тarbия вобаста аст. Пеш аз ҳама аз хона. Нет, это не так. И думаю, то, что наша молодежь, она бестактная. Нет. Сай бе тарбия ядта. Неки ма қати ба тарбия гаштесам пока что. Маълим ҷуръати намекунад ки ҳамун нисбати ҳамун талаба ҳамун сиёсати хича бишунад ҳамун тарбия хича мисол кунад ин сабаб бошад. معلم هم دیدیم مقصد میگریختیم یا طرف هم مقصد که روپرو نخریم اون مقصد بر معلم در حقیقت حاضر نسبت سال پیش مشاهده کرده می شود که میبینی مقصد جوانو به حد مقصد در اینترنت سر کار دارن خب و نسبت به حرمتی نسبت کلانتارو بسیار دیده می شود. Некоторые не имеют уважения к девушкам, не только к девушкам, а женщинам тоже. یعنی نمیپرسن که مقصد تو اولاد هستی چگونه هستی یعنی آنها بله یعنی با گفتی روسو پادکست تولید میکنن همه چیزا میکنن. Ну, они хотят просто сделать комплименты, но они это неправильно делают. Они оскорбляют при этом. اما این وایرا فهمیده میشه چون که آنها یوش هستند، جوان هستند، از بعضی چیزا قفو هستند و در این مجموع باید پدر و مادر چقدر با آنها کار کردنشان لازم. یکم پدر و مادر، دیوم مکتب تحصیلات میشود. همین دو چیز در همین تعلیم و تربیت بسیار جوابگو هستند. بیننده های عزیز، شما در این باره چی نظر دارید؟ پرونده گمانبران حمله به کراکوس سیتی هال را ماه ایون به دادگاه میفرستند. در این باره خبرگزاری تاس با تکیه به یک منبع از مقامات حفظی حقوق خبر داده است. به اطلاع این رسانه پرونده را دادگاه حربی دویومی حوزه غربی بررسی خواهد کرد. تاس خبر داده است که فعلا پرونده 4 نفر میانهای ماه ایون به دادگاه ارسال می شود. در این پرونده مواد زیادی از جمله معلومات درباره حالت‌های حمله به کراکوس موجود است. پس از بررسی آنها پرونده به دادستانی و بعداً به دادگاه ارسال می شود گفته شده است در خبر. مقامات روسیه باری اول از فرستادن پرونده به دادگاه خبر می دهند. این در حالی است که کمیته تفتیشات روسیه ماه فوریه امسال تحقیق پرونده حمله خونین به تالار کنسرتی کراکوس را به انجام رساند. با گفته وکیلان دفاع گمانبران پرونده میبایست تا ماه مارس به دادگاه میرفت. حمله به کراکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو شب 22 مارس سال گذشته صورت گرفت. در رابطه با این حادثه حدود 20 کس بازداشت شدند که 14 نفرشان زادگان تاجیکستان هستند. این افراد از ماه مارس سال گذشته در حبس هستند. شرایط نگهداری گمانبران در بازداشتگاه معلوم نیست. بخش یک روز تاریخ رو همراه تماشا میکنیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز به خبر نمانیم. سال 1961 در دوشنبه با مبلغگذاری شهرداری پایتخت باغ جانوران تأسیس گردید. در دوره شوروی آن را با بیش از 1000 جانورش چون یکی از بهترین مکان نگهداشت حیوانات وحشی معرفی و درباره‌اش برنامه‌های تلویزیونی در سطح SSSR تهیه می‌کردند. در این باغ فیل‌های هندی، زرافه، بهمود و دیگر جانوران نادر نگهداری می‌شدند. در دوره استقلالیت وضع تأمینات معیشی باغ و شرایط نگاه و بین جانوران خیلی زیاد مورد تنقید قرار گرفته است. 30 اپریل سال 1997 به جان رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان سوءقصد صورت گرفت. آن روز وقتی پرزیدنت در حلقه همراهانش در شهر خوجند به بینای تئاتر به نام کمال خوجندی نزدیک میشد، کسی از بین انبوهی پیشبازگیرندگان به سوی او نارنجکی دستی پرتافت. در نتیجه تیر محافظان پرزیدنت به سمت ازدحام یک معلمه 30 ساله و یک دانشجوی 17 ساله کشته و نزدیک به 80 نفر مجروح شدند. پرزیدنت تنها از پایش مجروح شد. آن زمان گویا فرضیه رسمی این بود که سوءقصد کاری دستی عبدالملک عبداللهجانوف رقیبی در انتخابات ناکام شده رحمان بود، ولی کارشناسان بی‌طرف این را رد می‌کنند.
ماه اپریل سال 2008 خدمات شغل اهالی ختلان از تأسیس بازار رسمی مردکاران در چند شهر و ناحیه جنوبی تاجیکستان خبر داد. از آن زمان تا کنون در حدود تاجیکستان بسیار مکان‌های موصوف به مردکار بازار ارزی هستی کرد که در آن شمار زیادی مردم کارجو و بی‌درآمد جمع می‌شوند. صبح امروز بانک ملی قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 129 سومانی، 100 یورو به 1203 سومانی و 100 دلار به 1058 سومانی مقرر شده است. شما نویدی بامدادی رو تماشا کرده. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر.